درود وطندارای عزیز، آیا میفهمین که همین لحظه در داخل افغانستان در زیر حاکمیت طالب، آن هم در کابل و او هم در سایه دشت برچی، بالای مردم عادی و کسبکار روی بازار از آدرس گروهی چتل به نام امارت چی میگذره و چگونه یک قانون استبدادی. من متاسف هستم وطندارای عزیز، واقعا همین کلیپ را که شما پیشتر متوجه شدین، هر انسان با وجدان وقتی ببینه قلبش جریه‌دار میشه. یک طرفی که افغان با دیده درایی و فحش دادن ناموسی پلیت موتر تونس را میکنه و دها حرف زشت و ناسزا را نثار این هموطنمون، آن هم به اصطلاح وطن در درید که تمام شهروندای کشور تلاششان اینمی است که یک لقمه نان خصوصا کسبکارا از راه حلال به دست بیارن و بتانن دستگیر خانوادهشان شوه. اما متاسفانه یک گروه افراطی چتل به نام امارت در این کشور در حاکمیت قرار داره، هیچ گونه حرمتی برای هیچ انسان قائل نیست. حتی ترافیکش بر علاوه که ضرب و شتم میکنه این هموطن ما را، با فحش و ناسزاگویی پلیت موترش هم میکنه و کس هم نیست که بگوی وطندار کار غلط را از آدرس ترافیک در داخل کابل انجام نتی. لطفاً متاسفانه هیچ آدرسی نمانده که امارت افغانی او آدرس را به گند نکشیده باشه. این هم شد ترافیک گروه امارت که در افغانستان مردم را در انحصار گرفته و حال هر ظلم و استبدادی که دلش میخواه در برابر مردم متاسفانه انجام میده.